در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. تشکر و قدردانی میکنم از حوصله بیننده های گرامی رادیو کتاب، مخصوصاً که دهی اواخر با انتقاد و پیشنهادایشان ما را تشویق میکنند. روشنفکر علل اصول دارای 8 مشخصه است. همین 8 مشخصه رو ما فعلا همون کلیاتش رو میگم. موضوع جنبش روشنفکری در افغانستان در برنامه رادیو کتاب توسط کارشناسا، صاحب نظرها از زاویه‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفت. ایرانی‌ها کورش کبیر نمیدونم فلان و تیمور و میمور، اینا آدمایی که درس خوانده و روشنفکر و فلان عالم و اینا نبودن. عالمای بدبخت مجبور بودن که با اینا همکاری. بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدم که تمام دشمن‌ها گرد هم شیشتن، گفتن بیاین ما دشمنی را پس میکنیم. اتحادیه اروپا را تشکیل دادن و موفق هم شدن. یک مسئله بسیار مهم اساسی مثلا ایده دموکراسی یک مسئله خیلی خیلی ارزشمند است، یک مفهوم ارزشمند است و یک عملکرد سیاسی بسیار ارزشمند است. ولی حتی اگر شما از در داخل پایتخت هم شما بگذارید، در خود پایتخت هم نداریم، ولی این به طور دقیق مردم از جاگاهی ندارن. ما دو کار انجام میدیم در بحثا. یکی موضوع تحلیل است که روشنگری واقعی همی است که شرایط اوضاع و دلایلی که یک تحولی در یک جامعه به میان میآید یا مشکلی مطرح شده که چه رقم ما را بهتر درک بکنیم. مسئله دومش مسئله انتقاد است که در اونجا قضاوت به عمل میآید. واقعا استفاده کردیم، بحث بسیار جالبی بود. نمیدونم بسم الله گفتم یا نگفتم، ما چون یک آخوند داشتم باید بسم الله الرحمن الرحیم بگفتی اول. دو دفعه گفتین سه دیگه بخاطر خدا نگه. این پس چقدر درجه ایمانم بالاست. بسم الله الرحمن الرحیم برای مرتبه سوم تا که ما بسم الله نگیم باز گپ من نمیه. تکرار حسن میشه. خیره بگه. بله. وقتم بسیار کمه، در حق من ظلم میشه داره، واقعا حقم خورده شد. در بحثی گذشته دوستای اعتراض داشتن که روشنفکر را تعریف نکرده ای. ما امروز میخواستم روشنفکر را تعریف بکنم بر اساس معیارهای بین المللی حتی. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. مجدداً عرض سلام و خوش آمدید دارم خدمت همه دانشمندایی که اینجا تشریف دارن و همچنان تشکر و قدردانی میکنم از حوصله بیننده های گرامی رادیو کتاب، مخصوصاً که دهی اواخر با انتقاد و پیشنهادایشان ما را تشویق میکنن. یک هموطن هم انتقاد کرده بود سر ما جوابای شما را در کانال یوتیوب نوشتیم، یقینا شما خواندین. از این هموطن تشکر میکنم که برنامه ما را میبینه و صمیمانه تشکر میکنم که ما را انتقاد کرده. اگر سوی انتقاد یک سوی تفاهم محض بود، از ایشان خواهش میکنم، هم نوشته کردیم هم حال تکرار میکنم که هموطن گرامی رادیو کتاب متعلق به تمام مردم افغانستان است و محور اندیشه های رادیو کتاب انسانی است. به صراحت براتون میگم، دینی نیست، مذهبی نیست، نژادی قطعا نیست و همچنان ایدئولوژیکی هم نیست. ما میخواهیم حقایق تاریخی را بازگو کنیم و برنامه های ما حاوی مطالب آموزنده و معلوماتی برای همه اقشار جامعه، مخصوصا جوانا و نوجوانا باشه. اگر متوجه شده باشین شعار رادیو کتاب در برنامه جستجوی حقیقت تکرار میشه. یک گپ از آرامش ذهنی و امنیت ملی. سوال شما را میگیریم عادل صاحب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ارادت داریم خدمت جناب آقای محسنی با برنامه خوبیش، جناب استاد محسنی، و همینطور استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر صاحب. من فرازهای اخیر صحبت‌های جناب دکتر صاحب یک سوال را به ذهن من آورد که من امیر از جناب دکتر صاحب این سوال مطرح میکنیم، چون جناب دکتر صاحب مساوی روشنفکری و نسبت روشنفکری در با سیاست در افغانستان معاصر در همون فرازهای اخیر فرمایش خود داشت و من این سوال که در ذهن من هست میخوایم این نکته قبل از سوال عرض کنم که در هفته‌های اخیر
موضوع جنبش روشنفکری در افغانستان در برنامه رادیو کتاب توسط کارشناسا، صاحب نظرها از زاویه‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفت. در این گفتگوها ما دیدیم که دیدگاه‌های متنوع و گاهی متعارضی مطرح شد. ما در اینجا قصد ورود به اصل مناقشه یا داوری محتوای بحث نداریم. واقعا ما فقط بیشتر در جایگاه شنونده قرار داریم و خیلی علاقمندم هستیم انصافا استفاده میکردیم در این مدت. باور من ایه که چهره‌های مثل جناب دکتر سید عسکری موسوی و استاد سید محمد رضا علوی و همینطور دوستای دیگه ای که در این بحث ورود پیدا کردن، اینا رو ما از این دست افراد از جمله روشنفکرای اثرگذار جامعه افغانستان در 4 دهه گذشته و باور ما هم دیم. اما پرسشی که از فرادهای اخیر صحبت‌های جناب دکتر صاحب در ذهن من رسید، پرسش مشخصیه از جناب دکتر صاحب موسوی که میخوام در میان بگذارم. جناب آقای دکتر، یک از چهره‌های سیاسی که شما در مقطع همین حوادث چند دهه اخیر افغانستان حتی نمایندگی سیاسی از او به عهده داشتید و در نوشته‌هایتان از جمله در بخش دوم کتاب هزاره های افغانستان از او آدم با تعابیر و القاب برجسته یاد کردید که او مرحوم عبدالعلی مزاری باشه. برای اساس پرسش بنیادی ما ایه که آیا شما مزاری رم یک روشنفکر میدانید؟ اگر پاسخ شما مثبت باشه، پرسش بعدی ایه که این تلقی چگونه با دیدگاه امی استاد علوی که در خدمتشان هستیم که آقای استاد علوی حدود 3 دهه قبل یک دیدگاهی داشت که در همون جنبش روشنفکری هم آمده در این کتاب جنبش مزاری را یک ملای سنتی با سطح سواد محدود معرفی میکنه. جناب آقای علوی او به این باوره که حتی نوشته در حد ابتدایی بابا آبداد هم از او به جا نمانده. میخوایم بگیم که این تفاوت آشکار در ارزیابی ها از کجا ناشی میشه و بر چی مبانی نظری یا معرفتی استواره؟ اگر نه پاسخ منفی باشه، شما مزاری را روشنفکر نمیدانید. پرسش بعدی خواهد بود که شما به عنوان یک روشنفکر چه نوع سنخیت فکری، سیاسی یا معرفتی میان شما و آقای مزاری وجود داره که به همکاری نزدیک و یا نمایندگی او حتی انجامید؟ خب مدت هم نمایندهشان بودین و هم همکاری داشتین، هم در نوشته‌های زیادی از او یاد کردین. همین پرسش میتونیم درباره هم پیمانان سیاسی آقای مزاری در دهه 70 خورشیدی هم داشتن، شما جمله گلبدین حکمتیار، عبدالرشید دوستومی را که شما همه میدانید که اینا چهره هایی بود که نقش اینا در تشدید جنگ های کابل، فروپاشی دولت مجاهدین و در نهایت فراهم شدن زمینه ظهور طالبان، اگر همون جنجالا در کابل نمی بود یقینا طالبان به وجود نمی آمد و این ظهور نمی کرد و این بلا امروز سر مردم هم نمی آمد. نمی موضوعات مناقشه برانگیز تاریخ معاصر افغانستان، بحث و سنخیتی میان شما به عنوان یک روشنفکر و اینمی چهره‌های سیاسی نظامی در چارچوب فکری و تحلیلی آیا قابل تبیین است یا نیست؟ اینمی عرض ما بود. تشکر عادل صاحب بزرگوار. خیلی طولانی نشده باشه. طولانی شد. سوال 6 دقیقه‌ای داشتین. یک سوال هم نبود، چندین سوال بود. دکتر صاحب خود جواب داد. عرض ما صاحب که خیلی بحث در جزئیات وارد میشه، ولی که دکتر صاحب چه رقم جواب میته مربوط خودشان است. من باب مثال ما اگه بخوایم شخصیت‌های مزاری شهیده و جنرال صاحب مارشال صاحب دوستومه و گلبدین حکمتیار قضاوت کنیم، برنامه یک رقم از او مسیر اصلی به عقیده ما منحرف میشه.
منتها یک سوال شما قابل جواب است و او یکی آیا ایشان مزاری شهید یا مرحوم روشنفکر میبینه یا نمیبینه از دید خود؟ دکتر سعید را میتونه جواب بده. البته جناب محسنی صاحب شما یک کمی صحبت ما را به حاشیه بردین، طوری نیست. من سوالم خیلی مشخص بود. من گفتم که جناب دکتر سعید موسوی خب یک دوره نمایندگیشان داشت، حتی در همون کتاب هزاره های افغانستان در بخش دومش مفصل با القاب بسیار بالا یاد کرده. من میخوایم این رو بگیم که این چه سنخیت داره، آیا واقعا روشن فکره؟ یک سواله، اگر مثبت باشه که اونو عرض کردم، اگر منفی باشه بازم یعنی موضوعات دیگه پیش میآید. این به نظر من، چون جناب آقای دکتر موسوی گفت که انتقادی فکر کنیم، به نظر من خیلی حاشیه‌ای هم نیست اونطوری که شما فکر میکنید. چرا اگرچه ما فرمایشات اصلی هیچ کس از بین نمیبرم، فقط میخوایم سنخیتش بدانیم که واقعا دوره سنخیت داشت و اینوی بلای هم فعلا طالب آمده. یقینا اینوی آدم ها اگر اونا روشن فکر بوده که اینوی بلا را ممنون آخر ما آوردن دیگه، زمین ظهور اینا را نفرهم کرد. بسیار خوب دکتر صاحب مایک در خدمت شماست، بفرمایید. آقای عادلی، انتقاد بدون معلومات، اطلاعات دقیق یا اطلاعات نسبی بیشتر و بهتر که نمیشه کردم. من هرگز غیر از که در نوجوانی و جوانی یک ارتباط عضویت با PLF و بعداً سازمان مجاهدین ملی تا 16 سالگی یا 18 سالگی من داشتم، من هرگز عضو هیچ جریانی نبودم، نیستم و نخواهم بود. این خاطر شما جمع باشه. هرگز من نماینده هیچ جریانی به شمول حزب وحدت من نبودم. نماینده داشت به نام آقای هادی سهرابی، اون از هزارهای ترکمن بود، هنوزم در لندن. هیچ وقتی هم من از کسی شخصی احساساتی فلان اینایی با اون شکلی که شما میگین برای خود من بسیار عجیب است. من اینا نداشتم. به نظر من بهتر است که ما معلومات، البته جناب دکتر صاحب معلومات هست، یک کتاب شماست دیگه، بولتینای خبری و نشریات. بله بفرمایید. اجازه است من خودم زنده هستم، حرف میزنم، شما لازم نیست به من بگین مرا به خود معرفی بکنین. اون شب هم اون شب دیگه هم گفتین که شما که در معاون وزارت بودین. من عرض کردم که من معاون وزارت نبودم. نه من گفتم معاون وزارت نبودی جناب دکتر صاحب. من گفتم که حتی اینمی در حد معاونت که شما مقام وزارت باید میرسیدید، اینا آوردن در یک مشاورت. اگر هر حرف اگر بین هر حرف شما ما بدوم، شما بین هر حرف ما بدوین دیگه بالاخره آقای محسنی باید چیز کنه. خواهش من است که شما باید این اطلاعاتتون را با میگن و با به اصطلاح کابلی ها اطلاعات سرچوکی ما نباید بگم سرچوک و آوازه سنتوریست. من آقای مزاری از سال 1352 میشناسم، یعنی شاید کمتر کسی او رقم که من میشناسم ایشان نمیشناسه. من آقای مزاری هیچ وقت من نمیدونم. یک فعال سیاسی بود، یک انسان سیاسی بود، کلمه مجاهد بر مجاهد بود، خدمت کرد، هویت بخشید، هزارها را از تاریخ حذف شده بود وارد جامعه کرد. دوستم هم این کار کرد، خیلی این کار کرد، چون در جامعه استبداد زده این چیزا بسیار طبیعی است. همین کسایی که ما خیلی به اونا احترام میذاریم، مثلا ایرانی‌ها کوروش کبیر نمیدونم فلان و تیمور و میمور، اینا آدمایی که درس خوانده و روشن فکر و فلان عالم و اینا نبودن. عالمای بدبخت مجبور بودن که با اینا همکاری بکنن، اما تاثیرگذار بودن. آقای مزاری سیاسی بود. آقای مزاری انسان بسیار مومن بود، انسان بسیار پاک بود، ساده زیست و معتقد به اعتقاداتی که داشت بود و به مو خاطرم کشته شد. خب بسیار انتقادام نسبت به ایشان هست، نوشته شده توسط حتی هزارها نوشته شده توسط دیگران نوشته شده که اینا برمیگرده به اون نگاه تاریخ انتقادی ما. خب منان طبعا من ایشان روشن فکر نمیدونم، خود بسیار طبیعی است. من چون ایشان از نزدیک میشه، هیچ کسی ادعای نکرده، حتی همون هزارهای بسیار طرفداران درجه یک ایشان
که ما به ایشان با اون اساس اونا باید احترام بذاریم، ولی ادعا نکرده. گفته که بابه قوم هزاره است. بابه قوم بودن روشن فکر نیست. روشن فکر گفتم که در قالب قوم و زبان و مذهب و فلان نمیگود. فکر میکنم که شما خیال کردید. در کتاب هم که ما گفتیم و کتاب تخصصی فنی متمرکز روی جامعه هزاره است. ما اون چیزی که در جامعه هزاره و عنوان یک دانش آموز بسیار کوچیک انسان شناسی، اون طوری که مردم از ایشان و در اون شرایط یاد کردن و اون شرایطشان ما اونو یاد کردیم بدون اینکه من بر روی القاب نمیدم. حتی اتفاقا به خاطر اون نوع برخورده من خیلی از بچهای هزاره ما رو فوش دادن، یعنی الان فوش میدن. خیلی ها ما رو نکوهش کردن که تو طوری که باید میگفتین نگفت. ما این بحثی که من کردم اون دوره کسانی که در 50 سال دوم تولید شده اینا کلشان دوره تولیدات دوره نیابتی. تمام فعل انفعالات عملی در جامعه افغانستان مخصوصا سیاسی و نظامی حتی نیابتی است. جنگ نمیدونم شاید بوده این یک گلوله بسیار مصرف داره. این قد جنگ یک فلان پولش از کجا میاد؟ تفنگ را خب ما نساختیم، در ماشینخانه کابل نساخته نشده، در بامیان در مزار ما تفنگ نمیسازیم. تفنگ های بسیار مدرن از کجا میاد دست ما میرسه؟ من دوره 50 ساله را دوره ضربای نیابتی میدونم. جنگایی که کردیم هزارک با هزاره، تاجیک با تاجیک، شیعه با شیعه، سنی با سنی، پشتون با پشتون، هر کسی با هر کس جنگ کردن. اینقدر که مردم پشتون کشته دادن خود دیگر کمتر از دیگران نداده، ولی اینا همه این پشتونا که کشته دادن توسط چیز نبوده، توسط مثلا ازبک یا هزاره یا تاجیک. این جنگ اینطوری نبوده. تاجیک کشته، پشتون نکشته. انسان روشن فکر خود در این دایره ها نمیبینه. من تصور میکنم سوال عادلی صاحب در فرمایشات شما قبلا جواب گفته شده بود که دوره دوم روشن فکری را شما اصلا روشن فکری نمیبینیم. جناب استاد محسنی، البته سوی تعبیر نشه، اما که عرایض دارم که داریم بر اساس یک اطلاعات است و طوری هم نیست، ولی خب چون دکتر صاحب در مو فراز آخر صحبت خود نکات داشت و همین سوال برای ما خلق شد دیگه که آیا جزء روشن فکری میدانه این موارد یا نه. خب تشکر بازم تشکر از شما عادلی صاحب. احمدی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسئله روشن فکری که هست یک تعریفی نیست مثل متماتیک که همیشه 4 ضرب 4 مساوی 16 باشه و ثابت باشه. در او هفته بسیار صحبت‌های خوب عزیزا کردن، ما نمیخوایم ما را تکرار کنم. من یک سوالم دارم از جناب دکتر موسوی عزیز و از سایر عزیزا، مخصوصا از جناب استاد شهرانی. همین واقعیت های هست مثل حزب وحدت اسلامی به رهبری شهید عبدالعلی مزاری، مثلا حزب عزیزای پنشیری ما هست به رهبر شهید مسعود شهید و اینا. سوال من همیست که ما در اینمی حالت چی باید بکنیم؟ اینمی واقعیت های هست که مثلا همونطور عزیزای ازبک ما دارن، عزیزای پشتون ما دارن. من خودم بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدم که تمام دشمن ها گرد هم شیشتن گفتن بیاین ما دشمنی را پس میکنیم. اتحادیه اروپا را تشکیل دادن و موفق هم شدن. یعنی تا حد که عقل ما قد میته میگم که ما مخصوصا به عنوان یک سید نباید مثلا از هزاره و از ازبک و اینا با به احترامی و همین که مثلا مرحوم عبدالعلی مزاری در حال کور طالبا و شهادت رسانده، یا اگر فرض کنیم که ما پنشیری باشیم، اگر یک کس بگه که شیر پنشیر شهید نشده یا امثال از این، یعنی توهین به 2 میلیون 3 میلیون طرفدارایشان میکنیم. این همون خط و مسیر که جناب استاد محسنی طرح کرده که ما از روشنفکرای افغانستان، از دانشمندای افغانستان
استفاده کنیم و این دانشمندها اکثریتشان به همدلایی مسلمان هستن و پیامبر ما میگه که ما با همدیگه با محبت رفتار کنیم. کسایی که دشمن انسان هاست با اونا به شدت رفتار کنیم و امثال از یا به هیچ صورت حاضر نبودن که دیگه بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی یک کشور مستقل اسلامی باشه و یک روز یا چندین روز اگر راجع به که چه قسمی اینا نفرها را در اینجا تربیه میکنن داخل تمام احزاب میشنن و به قول آقای موسوی عزیز که باز اونا بین خودشون کلمه شما نمیگیرن برای از که آقای محسنی باز حساسیت داره جنگ بندازن. این را ما بیخی فراموش میکنیم. از این سبب من میگم که بسیار کوشش کنیم که روی معیارها گپ بزنیم. مثلا یمی سوال من میفهم که اینجا مثلا خریدار ندارم اما یک سوال اساسی برای آینده اجتماع افغانستان است اگر ما بخوایم طرح کنیم. تشکر احمدی صاحب بزرگوار. عاطف صاحب بفرمایید. با سلام خدمت شما و بزرگوارای حاضر در برنامه، مخاطبای بسیار محترم رادیو کتاب. بسیار تشکر فراوان از جناب دکتر صاحب موسوی یک بار دیگه ما را بردن به گوشه ها و زوایای تاریخ افغانستان و واقعا استفاده بردیم. یک چیزی را که من میخواستم در این رابطه دو سه نکته را تذکر بدم و بعدش هم حتما جناب دکتر صاحب در مورد نظر خود دادن. جنبش های روشنفکری در افغانستان همونطور که جنابشان تاریخش بیان کردن بوده است از گذشته های دور. مثلا اونا جنابشان جنبش ها را به قطعات مختلف و به مقاطع و بره‌های زمانی هم تقسیم کردن که واقعا هم همونطور است از لحاظ تاریخی. ولی آنچه که مسلم است این جنبش ها معمولا متمرکز بودن به پایتخت، حتی با بزرگ شهرها هم زیاد نبودن و من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما نتونستیم یک تغییر واقعی در جامعه خود ایجاد بکنیم، مخصوصا بعد از اینکه جوامع همسایه های ما یا جوامع گردوبر ما تونستن به جای خوبی برسن، ما نتونستیم برسیم. و مثلا میبینیم بعد از کودتای هفت ثور، بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، خانه جنگی هایی که صورت میگیره، اما اینا برمیگرده به این که ما بیشتر متمرکز بودیم به شهرها. سفرهایی که ما داشتیم به ولایات حتی به بزرگ شهرها هم چیزی خبرهای از این خبرها نبوده. مسئله بسیار مهم اساسی مثلا ایده دموکراسی یک مسئله خیلی ارزشمند است، یک مفهوم ارزشمند است و یک عملکرد سیاسی بسیار ارزشمند است. ولی حتی اگر شما از در داخل پایتخت هم شما بگذارید، در خود پایتخت هم نداریم، ولی این به طور دقیق مردم از جاگاهی ندارن. ولی به اطراف وقتی که شما میبینین نه تنها که مردم به او آشنایی ندارن بلکه او را به عنوان یک پدیده منفور هم به او نگاه میکنن و این نماینگر از این است که دسته‌های روشنفکری ما واقعا وجود داشتن، موجود بودن، انکارشان امکان پذیر نیست. کارهای هم انجام دادن، اسناد و مدارک هم از اونها باقی مانده و آثارشان هم باقی مانده، ولی متاسفانه زیادتر متمرکز به مو پایتخت بودن، در اطراف پایتخت، حتی در گوشه ها و کنار پایتخت هم نبودن. و یکی من البته فکر میکنم که یکی از دلایل عقبمانی ما از قافله امروز جهانی شاید یکی از این چیزها بوده باشه. میخوایم دکتر صاحب موسوی در این رابطه اگر ما رو روشن‌تر بسازن. بسیار تشکر صاحب. یک دنیا ممنون صاحب. دکتر صاحب بفرمایید سوال و نظر احمدی صاحب و همچنان سوال عاطف صاحب جواب بده. جناب احمدی مثلا کامنت دادن، سوال نکردن. به هر حال نظرشون نظر خودشون است، کامنت درست است، کلیات کلن گفتن. ولی در رابطه با مشخص که آقای عاطف فرمودن من چند نکته را اشاره میکنم جلوی عاطف. احتمالا شما در دوره جمهوریت در افغانستان بودین، در بسیار درست میگم؟ بله ما یک 10-11 سال از افغانستان دور هستم، قبلا همیشه در افغانستان بودیم. بله خلاص دیگه سمسه کابلیستی. نظر من است که ما نگاه جدی، یعنی کسی زحمت نداده بره بخونه چیزی که گذشته های سرفراز و سربلند ما با گوشت و پوست و جان و زندان و زبان خود قبل از 1343 قانون اینطوری بود که اگه من جرم میکردم خانواده و رفقای مرا میبود، چنانچه عبدالخالق که بود بسته خانواده و کاکا و ماکا و رفقا کلش بردن زندان انداختن و این تا
1343 بوده به نحوی تا همین دوره جمهوری هم بود. همه ارزش داره که ما بریم واقعا بریم ببینیم با خود ما، ببینیم چطور بوده جریان. مقدار روزنامه و نشریه‌ای که در اون دوره داشتیم رو ببینیم که امینا کلش متمرکز فقط در شهر کابل بوده یا در کلان شهرهای دیگه هم همه اعتباری و نسبی است. در ضمن مهم این است که ما ببینیم ما خود با ایران یا با هند یا با مثلا فرانسه یا با اینا مقایسه نکنیم در ظرفیت و اما به اندازه جیب خود خرج میکنیم در ظرفیت خود ما. در دو دوره هست که بی‌نظیر است، هم در مشروطه سوم هم در مشروطه چهارم که دهه قرن اساسی است. مقدار روزنامه و نشریاتی که در ولایات در اطراف است بی‌نظیر است. مقدار فعالیتایی که هست بی‌نظیر است. به هر حال پایتخت است. حتی در اروپا هم فعالیت‌ها که شروع میشه در شهرهاست. در همه جا در همه روستاها یک دفعه شروع نمیشه، مهم شهرهاست. در افغانستان یک باریکی دیگه هم است که تا همین دوره جمهوریت هم روستاها به شهرها فرمان میداد. یعنی این روستاها بود شهرها را میتونست زیر زبر کنه. شهرها ضعیف بود. دوره جمهوریت اولین بار کلان شهرها ظهور کرد، یعنی شهرنشینی رشد کرد و فلان این مسائل. بنان این یک مقدارش بسیار طبیعی است، یک مقدارش که بله خب طبعا مثلا دوره یکی از انتقادا از امونیزم یا از امان الله خان این است که او فقط در کابل بود، از کابل بیرون نمیمد، حتی در چهارکار نمیرسید. اما در دهه سوم قرن اساسی مقدار نشریات، اون لیست نشریات که شما نگاه بکنید خیلی زیاد است. در میمنه ما داریم، در جوزجان داریم، در حتی شبرغان داریم، بلخ اینجا که هرات و ننگرهار داریم. خدا بیامرز گلپاچاخان و الفت در اونجا فعال بود، خاندان مجروح اونجا بودن. قندهار چند تا نشریه داشت. به هر حال در نسبت هر کشوری، در مقایسه با هر کشوری، ما هم به اندازه نسبی خود ما فعالیت بوده، آگاهی بخشی بوده در نسبت خود ما. خوب دقت میکنیم نسبت خود ما. بنان این به نظر من زیاد چیز عجیب نبوده. دلیل روشن یا دلیل نتیجه گرفتن یا روشن فکری، تلاش های روشن فکری افغانستان که کم جواب داده، من نمیگم جواب نداده، من برعکس میگم خیلی هم جواب داده. یکی این است که نگاه ما از تلاش های روشن فکری نگاه سیاسی است. میگم چرا مثلا حکومت قدرت استبداد تغییر نکرده مانده نهادش فلان. کار روشن فکر این نیست که حکومت بیای حکومت برای فلان. اتفاقا مهمترین کار روشن فکر این است که وضعیت کلی اجتماعی، ذهنیت کلی اجتماعی تغییر بکنه. او وضعیت اجتماعی که تغییر کرد از نظر اجتماعی میگم بازو خودش تاثیر میذاره روی اون کسایی که میرن و بالا شوق دارن که وزیر شون و پادشاه شون و نگیر شون. در این مسئله در نسبت فرصت هایی که برای بزرگان ما و گذشتگان ما میسر بوده، حتی برای هم نسلی های ما میسر بوده، در این نسبت فعالیت های خیلی سودمندی به وجود آمده. اما ای که ما نگاه انتقادی به جنبش روشنفکری داشته باشیم یکی از واجبات است، چون اتفاقا یکی از خوبیایی است که ما همین جنبش ده، یعنی ما هم کسایی را که باش بودیم هم با کسایی که فعالیت کردیم، حالا فعالیت فرهنگی فلان، حتی ممکنه من و اکی بزرگم، برادر بزرگم با کسی که ما را برای تاثیر گذاشت و کارهایشان باعث شد که ما بریم رشته ایشان رو بخونیم، ممکنه در بعض جاها اختلاف نظر داشته باشه، ممکنه من اشتباه کنم ایشان اشتباه کنن یا هر دو تا اشتباه باشه، هر دو درستی باشه. برای انسان روشن فکر این اختلاف، این نگاه انتقادی خوب است، واجب است، باید باشه، هم بر خودش هم بر اطرافش، چون کارش باید این سیقل بخوره. از این نگاه ها به نظر ما ایراد نداریم. اون چیزی که ما ایراد داریم این است که البته بازم این یک نظر بسیار شخصی من است و ممکنه خود منم چند سال بعد یا چند مدت بعد خودم با این زیاد موافق نباشم. و این است که اون انسجامی را که روشن فکران اتفاقا هر چی در گذشته بودم این انسجام بیشتر است. اون انسجام فکری را که روشن فکرها باید داشته باشه که تأثیر گذار باشه،
ما به هر مقداری که این طرف فیلمه ما نداریم. انسجام نه به معنی انسجام تشکیلاتی تنها، اینا که شکل ظاهری قضیه است. انسجام فکری که ما باید داشته باشیم ما نداریم. مثلا ما یک برنامه تغییری که غیر از این که استبداد بره، عدالت بیا، این چیزای خیلی کلی میگه خوب است. همین ما نتونستیم، متاسفانه نتونستیم، فرصت نبوده به هر شکلی و در مقیاس دیگران ما موفق نبودیم در که اینو برسه. شکل کلی جامعه، شکل کلی قدرت، شکل کلی رابطه بین قدرت و جامعه، تأثیری که روشنفکر درش داره زیاد رضایت بخش نبوده. ولی من اینطوری میگم کم ما و کرم افغانستان، ما به همین نظر تلاش کردیم. فرصتایی بوده در شجاعت، در شهامت، در فداکاری، در ایثار، هیچ کمتر از هیچ کشور ما نیست. اشتباهات فراوان جنبش روشنفکری یا روشنفکران افغانستان، چون جنبش با چیز فرق داره، با افراد کردن ولی کل هدف اینا باعث تغییر است، در آوردن تغییر در وضعیت است، در افکار مردم، در ذهنیت عامه، در ذهنیت قدرت، در تحولات اقتصادی، در تحولات سیاسی، در تحولات فرهنگی اینا. و این میتونه خود روشنفکر به خودی خود ممکنه عاملش نباشه ولی تاثیرگذار باشه. مثل در ایران فروغی و سعیدی و تقی‌زاده و فلان روی رضاخان استفاده کردن، باعث یک سری تحولات شد. ما اینو نتونستیم متاسفانه. بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار. استاد شهرانی دست بالا کرده، بفرمایید استاد بزرگوار. من میخواستم که عرض بکنم که اوکی ما برادر جواب نمیتونم یادم جواب که از این سوال جواب نمیکنم که زمین من فقط میخواستم اظهار بکنم که همیشه میآموزیم، همیشه تقدیر میکنیم در برابر سوالی را که آقای احمدی هم اشاره کرده بودن برای ما و برای بحث‌های دیگه. ما دو کار انجام میدیم در بحث‌ها. یکی موضوع تحلیل است که روشنگری واقعی همی است که شرایط اوضاع و دلایلی که یک تحولی در یک جامعه به میان میآید یا مشکلی مطرح شده که چه رقم ما را بهتر درک بکنیم. مسئله دومش مسئله انتقاد است که در اونجا قضاوت به عمل می آید. ما افغان‌ها زیادتر در قضاوت دسترسی داریم که همه چیز باید قضاوت شود از دیدگاه ما، خوب بد، کی چنان چطور. در مسائل علمی قضاوت ما کمتر انجام میدیم، میگذاریم، ما تحلیل میکنیم و فکر میکنم آقای موسوی هم بیشتر چیشان دمی بود که تحلیل اوضاع را بکنن که در امی جامعه ما چی چیزایی در مقاطع مختلف تاریخی صورت گرفت و کیا چی کردن، چی گفتن، تأثیرشان بالای جامعه. البته در جامعه مقسمی که دکتر زیب هم گفتن، مسائل شهر و دیار و دانشگاه ها و یعنی تأسیسات حکومتی اینا معتبر هستند در بسیاری چیزها، خصوصا در جامعه پسمانده مثل ما شما. اطراف نقش خود دارن، اما ای که نقش چی بوده و مسئله دیگه است که روی نقش اطراف بالای سیاست در افغانستان و شهرها چطور تغییر کرده در کدام زمان و چی پالیسی های دولت ها و دست گرفتن که مثلا مهار اطراف بکنن یا مهار شهرها را بکنن و او چی تأثیری بالای سیاست و دولت داری اینا داشته و مسئله کاملا جداست. یکی دیگه مسئله روشنفکری با رهبری سیاسی، یعنی دو تا همیشه عین چیز نیستن که رهبرای سیاسی مثل ما شما زیاد داشتیم خوب یا بد، اما روشنفکر بودنشان کاملا اصلا ممکن مطرح نبوده باشه دیگه. باید ما این چیزها را کمکی باید از هم متفاوت ببینیم و باز هم مسئله قضاوت بسیار مهم است که ما کمتر قضاوت بکنیم، بیشتر تحلیل بکنیم، ممکن بهتر بوده باشه در بحثا. تشکر. تشکر استاد بزرگوار، خیلی روشنگر بود. در حق علوی صاحب کم اجحاف شد. علوی صاحب مایک در خدمت شماست، شما بفرمایید، وقت کم مانده ولی هفته آینده را با شما شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و فرهیختگانی که در بحث حضور دارن. واقعا استفاده کردیم.
بحث بسیار جالبی بود. نمیدونم بسم الله گفتم یا نگفتم، ما چون یک آخوند داشتم باید بسم الله الرحمن الرحیم بگفتی اول. 2 دفعه گفتین صاحب دیگه به خدا نگید. این پس چقدر درجه ایمانم بالاست. بسم الله الرحمن الرحیم برای مرتبه سوم تا که ما بسم الله نگیم باز گپ من نمیانه. تکرار حسن میشه. خیره بگن. بله. وقتم بسیار کمه، در حق من ظلم میشه داره، واقعا حقم خورده شد. ما یک چند تا نکته در بحثی گذاشته دوستای اعتراض داشتن که روشنفکر را تعریف نکرده ای. ما امروز میخواستم روشنفکر را تعریف بکنم بر اساس معیارهای بین المللی شیعتا، یعنی چیزی که نجیب محفوظ میگه، چیزی که حسن هیکل میگه، چیزی که گواندی میگه، چیزی که میشل فوکو میگه، چیزی که روشنفکران ایرانی مثل جلال علی احمد و دکتر علی شریعت، یعنی تعریف بین المللی روشنفکر ما میخواستم بر حسب معیارهای درستش امروز ارائه کنم که خب وقت نشد. چند تا نکته هم در جلسه قبلی یادداشت کرده بودم که اینو خوب بله، به خاطر که مسیر بحث ما در هفته آینده مشخص شود، شما همین تعریف ها را شروع کنین، بعد از او باز هفته آینده سایر توضیحات بتین. اینطوری به نظر من جالب تر میشه. ما امیر میخواستم بنیاد حرف جور کنم. نه خوب شد که همین دوستایی که دفعه پیش اعتراض داشتن، یکیش آقای صمیمی بود، یکیش هم جناب آقای حاطی بود، میگفتن روشنفکر تعریف نکرده. من خیال میکردم که دوستا روشنفکر تقریبا یک معیار در دستشون هست، یکی هم که این بحثا در آخر می آمد، ما اینالی همین تعریف روشنفکر جلو میندازم. بنابراین چی که بنده امیر در کتاب ناگفته های جنبش روشنفکری هم آوردیم، روشنفکر علی الاصول دارای 8 مشخصه است. همین 8 مشخصه رو ما فعلا همون کلیاتش رو میگم، توضیحاتش رو میگذاریم برای فرصت های بعد. و مقدمتا هم برای نفی این که ما، چون پیشتر اینطور صحبت شد که فکر همیشه در گذشته ها وجود داشته، متفکران همیشه بوده، از کنفوسیوس گرفته تا افلاطون تا ارسطو تا می دوران ما فکر تولید می شده، ولی فکر در بستر زمانی خودش تولید نمی شده. فکر زمان مؤثر واقع می شود که بستر زمانیش آماده باشد، اون وقت است که فکر مؤثر واقع می شود و جامعه را متحول می کنه. این حال روشن فکری که من میگم که در شرایط و بستر تاریخی خاص خودش ظهور میکنه، این مشخصات 8 گانه را داره. یک، این را ما برای شما مقدمتا میگم، اساس روشن فکر انسانه. انسان دوستی و انسان اندیشی یا اندیشه انسانی اساس فکر روشن فکر. بنابراین که ما باید در ذهن خودمون امیال باید بگنجانیم که روشن فکر لزوما باید سکولار باشه. یعنی قطعا روشن فکر سکولاره. سکولار به معنی ضدیت با دین و سنت نیست، بلکه بی‌طرفی در برابر سنت ها و در برابر اعتقادات عمومی است. یعنی فرق است بین این ضدیت با دین و بی‌طرفی نسبت بدین. از نظر روشن فکر اگر اینمی دین بنا باشد، همین سنت ها با یک نحو به جامعه کمک بکنه برای بهتر زیستن، اون امور لازمه باید باشه. ولی اگر سنت هایی باشد که مضر به حال جامعه و به حال پیشرفت جامعه باشد، اون امور روشن فکر در برابرش موضع صریح نباید بگیره، ولی آهسته و آرام آرام باید تلاش کنه که ذهنیت جامعه را تغییر بده، که ذهنیت جامعه به تناسب حرکت تاریخ خود به خود تغییر میکنه. شرط مشخصی اولی روشن فکر، اینا دارم تعریف روشن فکری را عرض میکنم، آزاداندیشی. روشن فکر لزوما باید آزاداندیش باشد، اما که عرض کردم سکولار باید باشد. یعنی تو نمیتونی روشن فکر باشی لاجرم باید سکولار باشی، دارای سلامت فکر باشد، فهم درست و وفاداری به انسان و انسانیت. این شرط اولش. اگر روشن فکر قرار باشد دیندار باشد، میتونه دیندار باشد، ولی نمیتونه یک روشن فکر انسان رو، جامعه رو بر معیارهای دینی قضاوت کنه، یا شخص رو یا انسان رو بر اساس معیارهای دینی، چون روشن فکر این دیگر روشن فکری نمیشه. دو، روشن فکر باید حامل پیام باشد. روشن فکری که آمده حرف تازه باید آورده باشد و توانمند جهت خلق ارزش‌های جدید و تغییرات مثبت باشد. اگر نباشه خب خونساست دیگه، او اصلا روشن فکر نیست. روشن فکر حامل پیام و برای تغییرات باشد. سه، روشن فکر باید مسئولیت پذیر باشد. اینو تعریف‌های جهانی روشن فکر، فوکو امیر میگه، جلال احمد امیر میگه، شریعتی هم امیر میگه، نجیب محفوظ امیر میگه
حسن هیکل هم میره میگه. 3 مسئولیت پذیر باشد و قادر به نقد مواضع و کنش و منش خویش. در روشن فکری اصل انتقاد و انتقاد از خود فوق العاده مهم. هم جامعه را نقد میکنه، هم جریان ها را نقد میکنه، هم خود را نقد میکنه. چیزی که ما واقعا همین رادیو کتاب هم الان باید دنبال میره. همین جناب دکتر صاحب همین گپ مطرح کردن بسیار حرف خوبه. ما آیسته آیسته باید بریم بسیار نقد خود و نقد جامعه. از انتقاد ما نباید بترسیم یا فرار کنیم یا درها را بسته کنیم. جزء وظایف اولیه روشن فکر و شروط روشن فکری نقد خود و نقد جامعه و جریان. 3 این جزء مسئولیت پذیریش است. 4 دارای چشمانداز روشن باشد و توانا در حل مسائل. اینا جامعه در مرحله گذار دچار بحران میشه. جامعه همیشه مشکلات خودش داره و جامعه هم همیشه در حال گذار هست. سکون در تاریخ و در جامعه اصلا مورد نداره. جامعه دائما در حال تحول هست. منتها تحول گاهی آرامه، گاهی یک سرعت جهشی به خود میگیره. در هر مرحله باید روشن فکر بتونه نقش بازی کنه و در همون مرحله توانایی داشته باشد برای حل مسائل، ارائه تئوریایی لازم، حل مسائل جامعه. اینو جزئی وظایف روشن فکری است. بیشتر دوستای ما فرمودن که خب چطور میشه که روستاها در افغانستان بر شهر غالب میشه. خیلی سوال خوبه. همین 2-3 مرتبه در فرمایشات دوستا همین مطلب مطرح شد. چطور می شود که همیشه در افغانستان روستا بر شهر غالب میشه؟ بابا از کوه بلند میشه، تفنگش به دوشش میگیره، میاد در شهر غارت میکنه، میزنه، میکشه، تخریب میکنه، تجاوز میکنه، پس خسته کوه خودش بالا میشه. شهری ها هیچ کاری کردن نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه ما جامعه طبقه متوسط نداریم. هنوز روشن فکری وجود نداره که بتونه برای جامعه نسخه صحیح بپیچه. لذا روستا بر شهر غالب میشه. یعنی شهر هیچ چی نداره از خود. هنوز شهر روشن فکر نداره. هنوز در شهر روابط تولید به وجود نیامده. شرایط تولید و مناسبات تولید هنوز شکل نگرفت. این است که روشن فکر هنوز به وجود نیامده. مشخصه 4 روشن فکر بود: دارای چشمانداز روشن باشه و توانا در جهت حل مسائل. 5 زیبایی شناسی اصل مهم است برای روشن فکری. انسان دوستی و نارضایتی خلاق. اینایی که البته اگر بخوایم ریس فاکتورهاش در نظر بگیریم خب از 8 مشخصه بیشتر میشه، ولی من اینا رو در 8 کاتگوری جمع کردم. نارضایتی خلاق نکته بسیار مهم است. روشن فکر باید ناراض باشد از وضع زمانه خودش، از وضع جامعه خودش، از شرایطی که درش زندگی میکنه. خودش جامعهش. یک روشن فکر راضی باشه خود تغییر به وجود نمیاره. فکرش هم کار نمیکنه. فکر جدید و پیام جدید هم تولید نمیکنه. یک روشن فکر راضی ما نداریم. روشن فکر ناراض، نارضایتی خلاق. ناراض باشد ولی در همون حالت توانایی برای خلق ارزش‌های جدید، برای تغییرات مثبت خلاق باشه، بتونه به وجود بیاره. انضباط شدید اخلاقی یکی از اصول، البته میرسیم سر انضباط شدید اخلاقی روی 4 صفت سقراطی، من اینا را عرض میکنم. و عفت عمومی. 6 روشن فکر باید دارای ثبات فکری باشد. اگر ثبات فکری نداره پس روشن فکر نیست. چیزی که جناب موسوی میگه روشن فکر افغانستان ما باید در 2 مقطع تقسیم بکنیم، 50 سال اول، 50 سال دوم. خب اگر روشن فکر دارای ثبات فکری نبوده باشد، تولیدات فکری نداره، بر پایه تولیدات فکری خودش ثبات نداره، چشمانداز روشن نداره، پس روشن فکر نیست دیگه. اگر اون روشن فکر لزوما باید داره ثبات فکری باشه دیگه، تو 50 سال دوم نباید داشته باشی. 50 سالی که آقای موسوی هم میگه که ازش ناراضه، پس روشن فکر پا نگرفته، شکل نگرفته هنوز. اگر اون شکل گرفته بود اینمی شرط ثبات فکری رو داشت، تغییرات نمیکرد. در جلسه پیش یک از دوستا فرمودن که حرکت جامعه خطی نیست. منم عرض میکنم حرکت جامعه خطی نیست، حرکت جامعه زیگزاگیه. ولکن اینمی زیگزاگ رو به پس نیست، زیگزاگ رو به پیشه. حرکت جامعه مطلقاً رو به پیشه. جامعه هیچ وقت به عقب حرکت نمیکنه، منتها حرکت رو به پیشش مستقیم نیست. زیگزاگ چرخش میکنه به این زاویه، چرخش میکنه به اون زاویه، مارپیچی. همین مارم که پیچ میخوره، خب این حرکت جامعه مارپیچی است ولی رو به پیش. اینا اگر در همین جایی روشن فکر دارای ثبات فکری نباشه، برگشت و عقب کنه یا چرخش به این طرف اون طرف بکنه، این روشن فکر محسوب نمیشه. ما اگر روشن فکر می‌داشتیم ما نه 50 سال دوم را
یا می 50 سال اخیر نباید می داشت، ولی متاسفانه ما ببینیم تمام فجایع این 50 سال دوم است. پس این نشان بر این است که ما روشن فکر نداریم، مگر اینکه افراد رو شما در نظر بگیرید. اصلا شخص نمیتونه روشن فکر باشه، روشن فکر باید سیستمی باشه، باید سیستماتیک حرکت کنه. خب و دائمی بودن، یکی ثبات فکری و دائمی بودن یکی از شرایط و به حساب ریز فاکتورهای خیلی مهمی روشن فکر بودن دائمی بودنشه. ما نمیتونیم یک روز روشن فکر باشیم، روز دیگه قوم پرست باشیم، روز دیگه سنتی باشیم، روز دیگه ما امیر یک عرض بکنم یک نمونه درباره دائمی بودن. امی آقای مبلغ بسیار آقای موسوی شیفتهش هست، اینمی مبلغ با اونان یک روشن فکر از نظر ایشونه، ولی اینمی آدمی بود دائمی نبود. مبلغ یک روز خلقی بود، یک روز پرچمی بود، یک روز شاله‌ای بود، یک روز ستمی بود، یک روز دیگه تنظیم نسل نوی هزاره مغول میشد. آخرالامر چیکار کرد؟ آمد در مشهد توسط دوستایی که در قم درس میخواند جمله با آقای مزاری اینا، این کتاب خاطرات آقای مزاری آمده، میگه ما رفتیم پیش آقای خامنه ای، آقای مبلغ بردیم، دایی گیر مانده بودیم که ما چی رقمی مبلغ معرفی کنیم، یکی گذشته از این ما چطور پوت کنیم. آخرالامر امی آدم شعله‌ای پرچمی خلقی ستمی تنظیمی آمد خودش در آقای خامنه ای در مشهد فروخت، پول گرفت که برود در سوریه و لبنان نشریه چاپ بکنه، در کنار جلال الدین فارسی، در کنار مصطفی چمران، در کنار محمد منتظری و اینون. خب این به معنی دائمی نبودن است، این به معنی این است که آدم ثبات فکری نداره. این قسمت اخیر فرمایشات شما هم در خاطرات آقای مزاری آمدن؟ کدام؟ آقای مبلغ که رفت در سوریه کنار فلان نشریه چاپ کرد؟ نرفت، میخواست برود. این میره خاطر آقای مزاری میگه در سال 56 آقای مبلغ که آمد در ایران ما خواندیم صاحب در خاطرات شهید مزاری. فقط سوالی است که در اونجا رفت نشریه چاپ کنه یا نه؟ نه نرفت، اتفاقا او رو ما بحث طولانی میشه اگر ما برای شما میارم. آقای مزاری در خاطر یک لحظه، آقای مزاری در خاطرات خودش میگه که ما رفتیم پیش آقای خامنه ای، ما دایی مانده بودیم که چه رقم آقای مبلغ معرفی کنیم، از گذشته های از او چه رقم گذشته های رو چه رقم پنهان کنیم. میگه وقتی که با آقای مزاری صحبت با آقای خامنه ای اشاره کردم، خامنه ای گفت اتفاقا این خوبیشی است که او همه جریانات هم میشناسه، هر طرف هم میشناسه، پس خوبی و وجه مثبتشه. و از آقای خامنه ای پول گرفت، میخواست که برود در سوریه و در لبنان نشریه چاپ بکنه، ولی آقای مزاری و در اونجا آورده که یک کسی به نام سید حسین جوادی پسر عموی آقای واعظ بوده ظاهرا که در قم درس میخواند، دوستا او را میشناسن که یکی دو سال پیش مرحوم شد. آقای جوادی ارتباطی داشته با ساواک، روی همون حساب جنگ سید هزاره ای که مبلغ در کابل راه انداخته بوده از این نظر ناراحت بوده. جوادی آقای مبلغ گیر میدیه، ساواک در فرودگاه شناسایی میکنه، حین پرواز ظاهرا بوده، حالا یا مثلا یک کمی زودتر یا حین پرواز این میخواست طرف سوریه پرواز کنه، ساواک رو شناسایی میکنه، بر حسب ابو گزارش آقای جوادی بازی رد مرز میشه افغانستان. اگر نه این میخواست پرواز کنه سوریه بره، لذا اون نشریه رو نتونست را بندازه. ولی آقای مزاری در اونجا میگه که قرار از آقای خامنه ای ما میخواستیم پول بگیریم یا گرفتیم که آقای مبلغ برود در سوریه نشریه را اندازد. من خواستم میره بگم این روشن فکر نیست، به خاطر که این آدم ثبات نداره، به خاطر که این آدم دائمی نیست. مگر اینکه تو بیایی بگی بله آقای خامنه ای روشن فکره، پس در اینجا دو تا روشن فکری ایرانی و افغانی با هم متحد شده، میخواد این یک گبی دیگه میشه این. ولی گذشته از رو باز تو چیکار میکنی؟ این که ایشون 4-5 تا جریان تا حالا عوض کرد. این ما میخواستم میره بگم که یعنی ثبات فکری، نارضایتی و وفاداری به آرمان‌هایی که داره، این از مشخصاتی روشن فکر. علوی صاحب بله اگر اجازه باشه این خلاص میکنیم. شما از شاخصه های روشن فکر 7 مورد گفتین، مورد 8م هفته آینده با شما شروع میکنیم، درست است؟ با چشم، اشکال نداره. من همین مورد میخواستم، همین دوستا گفته بودن که تعریف نشده، ما همین تعریف ارائه کردم. اگر بازم در این مورد سوال داشته باشن در هفته آینده سوال کنن. اینا ما فعلا روی معیار بحث میکنم، بعد روی مصادیق هم میاییم. ما میخوایم بحث مصداقی هم بکنم، بحث معیاری هم بکنم. عرضم تمام.
خیلی ممنون سید. بیننده های گرامی، تشکر از شما که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین و همچنان تشکر از تمام دانشمندا و علمایی که وقت میگذارن میاین در جلسات رادیو کتاب اشتراک میکنه. صمیمانه خالصانه حاصل سالها و ماهها و روزها مطالعاتشانه به صورت خلاص بیان میکنه. هدف رادیو کتاب از برگزاری از این جلساتی است که شاید همه با هم بتوانیم افغانستان فاجعه دیده و مردم جنگ زده را به سوی صلح و آرامش راهنمود شویم. اگر از شخصیت‌های نام برده میشه، چه شخصیت‌هایی که از این دنیا رخت سفر بسته و چه شخصیت‌هایی که زنده است، ما از طرفدارایش تقاضا میکنم رادیو کتاب در خدمت شما هم هست. به هیچ وجه من الوجوه ما قصد استخفاف هیچ شخصیت، هیچ طرز تفکر و هیچ قومیت را نداریم. رادیو کتاب تلاش میکنه مسائل برای مردم از دریچه حقیقت بازگو کنه و قضاوت با خود مردم و بیننده هاست. لطفاً با پیشنهاد، انتقاد و نظراتتان رادیو کتاب همراهی کنین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.